اونجایی تفاوت ایجاد میکنه که شما در دوستی 2 نفرید، تو و پارتنرت، ولی تو ازدواجی که 2 نفر نیستید، توی پدر مادر خودتن، پدر مادر پارتنرتن، فامیلاشونن، حتی دوستاشونن. ببین دوستاتون قاطی میشه، نمیدونم فامیلاتون قاطی میشه، با همدیگه اینور اونور میرید، فضایی ایجاد میشه که توقعاتی توش وجود داره و اصلا متفاوت میشه. میدونم الان خیلی از آدمایی که شاید این ویدیو رو ببینن با خودشون میگن که آقا اصلا عروسی چی، اصلا چرا باید اصلا عروسی بگیریم؟ ولی قضیه اینجاست که بعضی چیزها ربطی به شما نداره. یعنی از یه قضیه‌ای که رد میشی خیلی نمیتونی منطقی به قضیه نگاه کنی. میگم دیگه خودت فقط با پارتنرت نیستی دیگه، انتخابات مساوی انتخابای خودمون 2 نمیشه. باید خیلی چیزا رو